آخران انسانی که بعد او دیگه کسی جنت نمید روید. حتی کودکی ناشی کمالات میرو میگم خیخشه از آتش جهنم برآورده کشیده برسه که الله فریادش میکنه ای فلانی بچه فلانی بره جنت. میره که جنت پر از جا نیست. میگه خدا جنت تو پر از جا نیست. دوباره میگهش برام. سوم بار ببین عجیب علم میکنه. خدایا تو مرا مسخره میکنی. ما در دنیا گپ نگرفتیم امروز تو مرا شرمنده داشت. آخه جنت تو پر از دیگه چون نیست. من کجا برم؟ حتی یه جایی من نیست. الله اینقدر رحمش میکنه. میگه همون جنتی رو تو گمان میکنی پر از یگان جا نیست. در همون جنت مثل پادشاهای دنیا مقام و مرتبه و خدمتگار مطمئن راضی میشی. خدا رضای بنده گناهکار حاصل میکنه. پیامبر میگه ناز جنتی رو بی با خدا قهری میکنه گپ نمیزنه. 2 برابر دش میتونه گپ نمیزنه 3 برابر 4 برابر وقت میگه 5 برابر دی پادشاهای دنیا مقامت میتونه میگه فیقول فی الخامس رضیت ربی اگه خدا منم و تو راضی شد. حرکت کنین جنت هست کنین. انسان جنت با یک کلمه میتونه حاصل بکنه اگر برای رضاش باشه. پروردگارو نمی اکاود و داریم در اینجا 6 تا مقصدشون خوردن نیست. مقصدشون یک چیز است. رضای تو است از همه راضی باش. پروردگار چگونه از ما پدر و مادر بردی؟ اگر تا حال در سوال و جواب گرفتار باشن خدا سوال و جوابشون آسان کنه. خدا قبراشون باقی از باغ‌های جنت و ارواحشون از ما خوشحال بکن و از خوشحال ارواحشون تمام اهل قبرستان خوشحال بکن. اگر حیات هم بالای سر ما همچون سایبانی سر نگهبان. اهل و عیال و فرزندامون سبب زیبایی زندگانی این دنیا و سبب افتخار روز قیامت نصیب کنه. خدای چگونه پدر و مادر و برادرای ما را بردی روز ما را میبره. ما را تنها میمونن نمی رفیقامون خاک بسیار بالامون میپرتن که دیگه از حال ما بخبرن. خدای ده همون روز تو ما را تنها نگذار. خدای روز میشه ما را سوال و جواب میکنی. ما در همین دنیا اقرار میکنیم ای خدا ما به حد گناهی بسیار داریم. اگر پیش تو میریم ما امید به رحمت تو و شفاعت پیامبر رو خدایا با کم بودی ما نگاه نکن به بزرگی خودت نگاه. خدایا با کم بودی ما نگاه نکن به غمخواری پیامبر رو نگاه. خدایا برای ما شده سر محمد صلی الله علیه و سلم خم نکن. خدایا اگر در بین مردم سوال میکنی به رحمانیت ما را سوال بکن. به قهاری و غضبت ما را سوال نکن. خدایا اگر به قهاری و غضبت ما را سوال کردی ما تو از رحمانیت سوال میکنی. اگر عیب هامون آشکارا کردی خدای ما تو را از ستاریت میفرستیم یا ستار. پروردگارو اینقدر بزرگی اینقدر مهربانی. ما گناه میکنیم میپوشونی گناهی ما را. ما لکه شرم نمیکنیم دوباره دست به گناه میزنیم. کمک مشکلی بیای تو را یاد میکنیم مشکلی ما را تو را فراموش میکنیم. خدایا همه شب میشود درهاش بسته مگر دروازه تو بسته نیست. خدایا ما خواب میریم تو خواب نمیری. خدایا به حال ما رحم ما را در بین منافقین و مشرکین مسخره نکن. خدا اگر ما را دوزخ بری مشرکا و منافقا میگن هم مسلمانا خدا و پیغمبرتون گفت لا اله الا الله بگین جنت میرین چرا با ما در دوزخ میسوزیم ما چی جواب میدیم؟ خدایا خاطی ما قهری نکن. ما 30 سال 40 سال خاطی تو قهری کردیم. یا بیماری را آوردی هم از همه گریزان شد. خدایا حتی مدینه رفتن من کردیم مکه رفتن من کردیم. حتی فرزنده و پدرها را دیگه آغوش نمیکردیم. خدای این بیماری را دور بگردان. یارو ما را در قیامت گفته بودی پدر از فرزند میگریزه ما در این دنیا دیدیم. خدایا شاید ما نماز نمیخوندیم، شاید زکات نمیدادیم، شاید همسایه‌هامون گرسنه بود ما سیر بودیم، شاید پدر پیر داشتیم خدمت نکردیم، مادری مظلوم داشتیم خدمت نکردیم، شاید او کودکایی که در درون بحرها لقمه‌های ماهی شدن از ما شکایت کردند و این بلا را بالای سر ما آوردیم. خدای چگونه اونو بندهات هم ما هم بندهات هستیم. التماست میکنیم خواهش میکنیم مشکلی ها را از ما دور بگیر. پروردگارا همه کس ما همجا یک خواهش داریم. خدایا تو خدای ما راضیه لیکن ما هم بنده تیم تمام ما راضی بود. خدایا دین اسلام را بالای ما آوردیم ما قبولش داریم ما را همچون مسلمان قبول. خدایا پیامبر را بالای ما فرستادیم ما قبولش داریم ما را همچون امتی او قبول کن. خدای تو روز قیامت فریاد میکنی امت رسول الله کجا ما اکا دادارا هم دست میبرداریم سر بلند میکنیم. خدای سرای ما را خم نکن دستای ما را پایان نکن. پروردگار این جوانان را در صف جوانمردی نگهبان باش. روز قیامت رفیق رسول الله و ابوبکر و عمر و عثمان اگرچه ما مثل اونا عمل نداریم لیکن او را دوست می‌داریم. یا الله خدایا خودت وعده کرده که ما شرم می‌دارم وقتی بنده دست بردارم دست او را خالی بگردم. خدای دستای خالی ما را خالی نگردان.
خدای دستای خالی ما را خالی نگردان. خدای دستای خالی ما را خالی نگردان. خدای ما شرم می‌داریم به این زبان دروغ میگیم تو را یاد بکنیم. قلبی که درونش پر از کبر و غرور و حسد از دعوای دوستداری میکنیم. اما چه ایلاش که ما بنده ایتیم. تو ما را خودت بنده گفتی، عبد گفتی، عاجز و محتاج و ناتوان و خط احد و صمد گفتی. خدایا با کمبودی ما نگاه نکن، با بزرگی خودت نگاه کن. خدایا اگر تو ما را نبخشی غیر از تو ما را کی میبخشه؟ خدایا اگر ما درد دل منابت نگیم با کی بگیم؟ خدایا ما شکایت به تو نکنیم با کی بکنیم؟ پروردگار تو ارحم الراحمین هستی، تو ارحم الراحمین. هر گناهی کردیم تا این روز از اینجا نخسته ما را خدا ببخش. خدای ما با تو عهد میکنیم. خدای ما بار بار میخوایم توبه کنیم، گناه نکنیم، با گناه میکنیم. ما را یک قوه بده، ما را یک توفیق بده که دیگر گناه نکنیم. خدای بار بار با تو عهد میکنیم، عهد شکنی میکنیم. پروردگار این روز در عرش مقاله است، اگر سگ را تو صاحبش نگیری شگیری سلام و این شیطان سگی تاسی الله اگر تو ما از خلاص نکنیش که خلاص بدنم. پروردگار ما جوانان نمیخواهند گناه بکنند، لیکن خشونه اداره کردن نمیتونن. خدای با ما رحم بکن. خدا ما را فراموش نکن. خدا اگر تو ما را فراموش کردی عالم ما را فراموش کن. خدای ما را لحظه در اختیار خود ما نمان که ما چی کارهای را انجام میکنیم. الله ای ارحم الراحمین، وقتش در فریاد بکنیم رسول الله کجایی؟ حال امت تبید. این امتی که آرزو کردی کاش که میدی در چی احوال. پروردگار مادرای ما را توفیق بده، خواهرای ما را توفیق بده، همسرای ما را توفیق بده، فرزندای ما را توفیق بده. خدایا این روز خواهر مسلمان برادر مسلمان پول میده زنا میکنه، پول میده شراب میکنه، گناه با پول میده. پروردگار از این بیماری ما را خلاص بخی ارحم الراحمین. به حال ما رحم بخی الله، به حال ما رحم بخی الله. خدای ما را فراموش نکن، خدای ما را فراموش نکن ارحم الراحمین. یا ستر یا الله یا ارحم الراحمین. من میدونم ظالم نیستی، ظلم بکنی، ما ایمان داریم ارحم الراحمین. این مشکلی ها را بالای ما میاری که تو را بسیار یاد بکنیم. ای الله، ای الله، اون مشکلی که بالای ما میاری ما طاقت نداریم نیاره ارحم الراحمین. ای ارحم الراحمین، اگر تو روز قیامت ما را بخیزانی وای بنده من تو تنی سالیر دادم، پول دادم، مال دادم، چرا رفتی گناه کردی؟ ما چی جواب میدیم پیش تو؟ ای ارحم الراحمین. خدا از این بیماری ما را خلاص کن. الله زارت میکنیم، تولا میکنیم، التماس میکنیم یا ارحم الراحمین. خدای ما را از گناه کردن خلاص، از گناه کردن خلاص. جوانا را پروردگار که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فکر خیالش در جوانا بود. وقت جمالتان و وعدتان همی است که روز قیامت در جوانی کسی عبادت کنه شما بالای عرش میایین و فریاد میکنین جوانای در جوانی عبادت کردن کجا هستند؟ بیاین زیر سایه عرش الهی جای بگیرن. خدای نبی برادرای ما را از همون وعده که وعده کردی نصیبشون بگردان. خدایا نصیبشون بگردان، خدای نصیبشون بگردان. خدا در عمرشون برکت بده، در کسبشون برکت بده، تجارتشون ای الله برکت بده. خدای تو 30 روز 40 روز 50 روز کاری ما را بود میکنی، یه روز بود نمیکنی، در آخر در پیش همه شکایت میکنی کارمون بود نشد فلان شد فلان. کاش که شکایت ها اومده تو بگیم که خدا ما را 40 روز دادی، این روز ما چی کم بودی کردیم که این روز رزق ما را کم کردی. به جای این گفتن تو در پیش همه شکایت میکنی. خدای ما را ببخش از این شکایت ها، از این شکایت های کرده که ما را ببخش ای الله ارحم الراحمین. خدای اگر بنده ها نسبت ما یگان چیز میگن، اگر ما هم خیلی آدم ما را ببخش اصلاح شیم. اگر او گوینده میگه و ما هم خیلی نیستیم، خدا او را هم ببخش اصلاح شو، او بنده ای تو هست ای ارحم. ما نمیخوایم برای ما پگاه کس پیش تو تهمتی بخیزه ای ارحم الراحمین. خدایا در دل ما نسبت کدام برادری که بدبینی داریم ما را محبت از یاد بگردان، زبان دل ما را برابر بگردان و از نام ما بر روح پاک حبیبت صلوات و عزت برسان. و صلی الله و سلم علی سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم. خدا از ما امت‌های مستضعف اخر زمان در میزگان مبارک حبیبت اشک شاد الى نصیب بگردون و کفن مبارکش نمناک بگردون و کفن مبارکش نمناک بگردون. و برادری که نیت حج و عمره دارن الها حاجیای واقعیشون بگردون. خدایا حجاشون قبول بگردون، سعیهاشون مشکور بگردون، دعاشون هم مقبول بگردون. و او برادرایی که میروند از نام ما به پیامبر سلام رساندن رای پروردگار توفیق بگردون. رفتگار حجاشون قبول بگردون. کسای نیت دارن و شرایط ندارن خدا شرایط براشون آسان بگردون. خدا شرایط براشون آسان بگردون، شرایط آسان بگردون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتك یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله.